مردم افغانستان شادمانی در میان طوفان. افغانستان سرزمینی است که قرنها جنگ، بحران و دشواری را تجربه کرده است، اما مردمش هرگز لبخند را فراموش نکردند. در کوچه های خاکی و در دل روستاهای دورافتاده هنوز هم صدای دوتار، طبله و آواز به گوش می رسد. مردان این سرزمین با وجود تمام رنجها همواره دلشان را به شادی سپردند. گاه با یک آهنگ محلی، گاه با رقصهای پرشور مانند آتن که حلقه های از همدلی و عشق می سازد. این شادی ها تنها یک تفریح نیست، بلکه راهی برای زنده ماندن روح است. شاید زندگی روزمرهشان پر از مشکلات باشد، اما موسیقی و رقص برایشان همان نوری است که در تاریکی می شکند. مردم افغانستان ثابت کردند که شادی یک انتخاب است. حتی وقت دنیا بیرحمانه باشد، دل می تواند همچنان